بچه هاش زن میداد. دو بچهش در یک روز عروس فراورده بود. عادت عربا هم این است که اول عروس را میارن میفرارن، خلوت صحیحه میکنن، فرداش تو شروع میکنن. میگوید که دو تا کهلون آورده بودن. شب دو کهلون را به همدیگر در یک خانه هر کرا دادرش افبککش عروساشون خلوت کردن. او زمان ها که مثلا اما زنای قابله که خدمتگار هستن آنها خطا کردن، زنی دادر شب در اکه خواب کردن، در جاگه اکه زنی اکه را در جاگه دادر خواب کردن. فردا جاگه ها که عروسا را بیدار کنی بروند ببینن که ما خطا کردیم. کلینی کلانی را زنی اکه در دادر رفته است، زنی دادر در اکه رفته است. این سیر یک سیر عجیبه است که در حالت این کار را تشخیص کردن که در معرکه هزارها علما و همه جمع آمدن و مردم توی خرسندی و گفتگزار و مواعظ و نصایح ها قضا. میگویند در درون خاندان این اسرار پنهانی ماند و زن همه مردی تویدار با شوهرش گفت بسیار خطای عظیم شده است، اکنون این مسئله را درکش بیا. گو چی مسئله؟ گو مسئله چنین و چنین شده است. این مرد صاحب تویدار گفت جای غمش نیست که الحمدلله امام پیشوای دین ما ابو حنیفه نعمان اینجا است، این را گو حل میکند. بعد از آن آورده مثل خطی همین داملاوری همین مکتوبه نوشتن در پیش حضرت امام ماندن. این خط را که در این روزگار چنین حادثه واقع شده است و از جناب شما حل این مشکل را ما جویان هستیم. بچه هاش زن میداد. دو بچهش در یک روز عروس فراورده بود. عادت عربا هم این است که اول عروس را میارن میفرارن، خلوت صحیحه میکنن، فرداش تو شروع میکنن. میگوید که دو تا کهلون آورده بودن. شب دو کهلون را به همدیگر در یک خانه هر کرا دادرش افبککش عروساشون خلوت کردن. او زمان ها که مثلا اما زنای قابله که خدمتگار هستن آنها خطا کردن، زنی دادر شب در اکه خواب کردن، در جاگه اکه زنی اکه را در جاگه دادر خواب کردن. فردا جاگه ها که عروسا را بیدار کنی بروند ببینن که ما خطا کردیم. کلینی کلانی را